به نام خدای مهربان. خیلی ممنون و سپاسگزارم که به این جلسه توجه میکنید. توی این جلسه میخوام در مورد پرسش‌های 4 گزینه‌ای و تست‌های کنکور سراسری ریاضیات جامع کنکور تجربی تستاشو با شما حل بکنم و نمونه سوالات و نمونه تست ها رو حل بکنم. با روش حل تست ها به صورت سریع آشنا بشید تا بتونید درصدهای خیلی خوبی از این فصل بگیرید. این فصل در مورد تست های مجموعه هست. اولین سوالی که از ما میپرسه که مربوط به کنکور سراسری هست، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ گزینه اول میگه n منهای w برابر است با توهی q. گزینه سوم میگه q اشتراکش با z برابر z میشه و گزینه دو w منهای n برابر است با 0 و گزینه چهارم Q پریم اعداد گنگ اشتراکش با اعداد طبیعی برابر است با اعداد طبیعی. خب دوستان، پاسخ چی هست؟ برای به دست آوردن این موضوع گزینه ها رو بررسی میکنیم و به این نکته میرسیم که پاسخ گزینه چهارم هست. چرا چهارم؟ گزینه ها رو بررسی میکنیم. گزینه 1 و 2 رو کار میکنیم بررسی بکنیم. گزینه 1 و 2 درسته. وقتی که گزینه 1 میگه اعداد طبیعی رو از اعداد حسابی کم بکنیم، تفاضل بکنیم، تفریق بکنیم، عدد توهی به دست میاد. پس n منهای w بر اساس توهی درسته و گزینه دوم میگه اعداد حسابی رو از اعداد طبیعی کم بکنیم میشه 0. چرا دوستان؟ چون که اعداد حسابی از 0 شروع میشه و اعداد طبیعی از 1 2 3 الی آخر. خب همینطور که اعداد طبیعی رو از اعداد حسابی کم بکنیم 0 به دست میاد و اعداد حسابی رو از اعداد طبیعی کم بکنیم توهی به دست میاد. خب حالا گزینه 3 رو بررسی میکنیم. گزینه 3 میگه اعداد گویا اشتراکش با اعداد صحیح میشه خود صحیح. این درسته دوستان. همونطور که توی نمودار میبینیم، توی این نمودار نگاه بکنید. عدد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هست. پس اشتراک اعداد گویا و صحیح خود عدد صحیح هست. پس تنها گزینه ای که میمونه گزینه 4 هست که نادرسته. چرا دوستان؟ گفته اعداد گنگ اشتراکش با اعداد طبیعی میشه عدد طبیعی. این نادرسته. دوستان نگاه بکنید، عدد طبیعی هیچ عضو مشترکی با مجموعه گنگ نداره. پس اشتراکشون میشه توهی، نه عدد طبیعی. خب سوال دوم میگه کدام گزینه درست نیسته؟ گزینه 1 میگه -5 عضو اعداد صحیحه. درسته. رادیکال 64 با فرضیه 3 عضو اعداد گنگ نیست. و گزینه سوم میگه -7/13 عضو اعداد گویا نیست. و گزینه چهارم هم میگه رادیکال 34 عضو اعداد گویا نیست. خب پاسخ گزینه 3 هست. -7/13 عضو اعداد گویا هست دوستان. حالا گزینه ها رو بررسی میکنیم.
گزینه یک خب درسته، کاملا درسته. گزینه دو درسته، رادیکال 64 با فرضیه 3 عضو اعداد گویا هست. خب رادیکال 64 با فرضیه 3 عضو اعداد گنگ نیست. درسته. خب 64 یعنی 4 به توان 3 که زیر رادیکال بره 3 با فرضیه 3 حذف میشه 4. خب عدد 4 یه عدد گنگ نیست، گویاست. پس گزینه 2 هم درسته. و اما گزینه 3 نادرسته. چرا دوستان؟ خود منفی 7/13 عضو اعداد گویا هست ولی سوال گفته نیست. خب عدد گویا عددیه که بتونیم اونو توی صورت و مخرج دو عدد صحیح بنویسیم. خب منفی 7/13 هم خودش دو تا عدد صحیحه، پس گویا هست. و گزینه چهارمم درسته، عضو اعداد گویا نیست. رادیکال 34 یه عدد گنگه. اما سوال سوم کدام گزینه درست نیست؟ گزینه یک میگه Z اجتماعش با W زیر مجموعه Q. Z اشتراکش با N زیر مجموعه W. گزینه 3 N زیر مجموعه Q اشتراکش با W. 4 Q زیر مجموعه Z اجتماعش با N. گزینه 4 درسته دوستان. چرا؟ باید چند تا نکته رو به هم دیگه مرور کنیم. توی روابط اعداد حقیقی، گویا، صحیح، حسابی و طبیعی یه رابطه وجود داشت. گفتیم که اعداد طبیعی عضو اعداد حسابی، حسابی عضو اعداد طبیعی زیر مجموعه اعداد حسابی زیر مجموعه اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا و زیر مجموعه اعداد حقیقی هستند. و گفتیم که اگر A زیر مجموعه B باشه دو تا رابطه وجود داره. A اشتراکش با B میشه A اشتراکش با B میشه B. خب حالا گزینه ها رو بررسی میکنیم. گزینه یک میگه گفته W زیر مجموعه Z. از اونجا که W زیر مجموعه Z هست پس Z اجتماعش با W میشه Z. Z هم زیر مجموعه Q میشه، پس درسته. و اما گزینه 2 N زیر مجموعه اعداد صحیحه. خب پس Z اشتراکش با N میشه N. N زیر مجموعه اعداد صحیحه، پس N اشتراکش با Z اشتراکش با N میشه N. خب Z اشتراکش با N زیر مجموعه W، N زیر مجموعه W میشه. درسته. حالا گزینه 3 چی میگه؟ حالا W زیر مجموعه Q، پس Q اشتراکش با W میشه W. W اشتراکش با Q میشه W. خب N زیر مجموعه Q اشتراکش با W میشه چی؟ N زیر مجموعه W هست.
پس درسته. حالا گزینه 4 چی میگه؟ میگه با توجه به اینکه n زیر مجموعه z هست، خب z اجتماعش با n میشه z. در نتیجه q که زیر مجموعه z اجتماعش با n میشه q زیر مجموعه z، در حالی که غلط. و اما گزینه سوال 4. سوال 4 میگه مجموعه z اشتراکش با w منهای w منهای q اشتراکش با n نشون داده میشه کدام مجموعه هست؟ 1 اعداد حسابی، 2 اعداد طبیعی، 3 اعداد گویای غیر صفر، 4 اعداد صحیح منفی. خب پاسخ چیه دوستان؟ گزینه 2 درسته، اعداد طبیعی. چرا؟ میاییم به این میرسیم. میدونیم که اعداد حسابی زیر مجموعه اعداد صحیح هست. خب توی اشتراک بگیریم چیکار میشه؟ Z اشتراکش با W میشه W. و همینطور هم میدونیم که N زیر مجموعه Qه. پس Q اشتراکش با N میشه N. N زیر مجموعه Q هست، پس Q اشتراکش با N میشه N. خب حالا چیکار میکنیم؟ رابطه رو حلش میکنیم. Z اشتراکش با W میشه W. حالا Q اشتراکش با N میشه N. یه اینجا W داریم، W رو میذاریم میشه W منهای W منهای N. خب حالا با توجه به اینکه مجموعه اعداد حسابی و اعداد طبیعی رو داریم، W منهای N میشه مجموعه صفر. تفاضل W منهای اعداد طبیعی، اعداد حسابی رو از اعداد طبیعی کم بکنیم میشه مجموعه صفر. پس میشه W منهای صفر. W منهای صفر. خب اگر از مجموعه اعداد حسابی صفر رو حذف بکنیم میشه اعداد طبیعی. پس پاسخ گزینه 2 اعداد طبیعی است. و اما سوال 5. سوال 5 میگه مجموعه Q اشتراکش با Z منهای N اشتراکش با W اجتماعش با N چند عضو داره؟ 0 1 2 بیشمار. خب دوستان یه دونه عضو داره، چرا؟ میایم حلش میکنیم. Z منهای N رو حل میکنیم. اعداد صحیح رو منهای اعداد طبیعی میکنیم. چی به دست میاد؟ اعداد منفی طبیعی. از صفر شروع میشه میره تا منفی بی‌نهایت. و اما W اجتماعش با N چی میشه؟ میدونیم که N زیر مجموعه W. پس میدونیم که N زیر مجموعه W. پس پاسخ میشه W. حالا اشتراک دو مجموعه بالا رو هم اشتراک Z منهای N و W اجتماعش با N رو می نویسیم. میشه چی؟ میشه صفر. اشتراکش فقط توی صفر با هم دیگه اشتراک دارن.
این مجموعه که از اعداد منفی شروع میشه تا صفر و اینم از صفر شروع میشه میره تا مثبت بینایت که اعداد W هست. حالا جای این کروشه میذاریم مجموعه صفر. پس Q اشتراکش با صفر میشه خود صفر که یه مجموعه داره. پس یه دونه عضو داره اونم عضوش صفره. و اما سوال ششم چی میگه؟ میگه کدوم گزینه زیر صحیح نیست. گزینه یک بازه رو میده، بازه منفی 1 تا 1 زیر مجموعه منفی 1 تا 1 بسته. گزینه دو میگه اعداد توهی زیر مجموعه 0 تا 3 و گزینه سه میگه 2 عضو آر منهای بازه 2 تا 3 نیست. خب و گزینه چهارم میگه رادیکال 2 عضو بازه 1 تا 3 دوم هست. پاسخ میشه گزینه سه. گزینه سه صحیح نیست. خب رسمش میکنیم، میریم با حلشون میکنیم. گزینه یک نمودارا رو مینویسیم، نمودارا رو میکشیم بازه بسته منفی 1 تا 1 میشه این. بازه بسته منفی 1 بسته تا 1 باز. خب 1 تو اینجا تو پره، اینجا تو خالی. پس چیه؟ درسته. گزینه چون دو چی میگه؟ میگه از اون که توهی زیر مجموعه هر مجموعه هست، گزینه دو درسته. توهی زیر مجموعه هر مجموعه است دوستان. و گزینه سه میگه آره منهای 2 3 بسته رو رسم کنیم. میایم بازه 2 تا 3 بسته رو میکشیم، تفاضلش میشه به این شکل. از منفی بینایت تا 2 و از 3 باز تا مثبت بینایت که 2 عضو این بازه نیست. آر منهای 2 سوم خب پس 2 عضو این بازه هست. 2 عضو این بازه هست. 2 عضو آر منهای 2 و 3 3 بسته هست. و اما گزینه چهارم هم که کاملا مشخصه، 3 دوم میشه 1.5 رادیکال 2 هم میشه 1 چهارم. پس 1 چهارم عضو 1 تا 1.5 هست. و اما سوال 7 میگه به ازای چند مقدار طبیعی n مجموعه 2n منهای 11 بر n به علاوه 1 و n منهای 1 بر n تنها یه عضو حسابی داشته باشه. n باید چه مقداری باشه که یه عضو حسابی داشته باشه؟ 2 3 4 5. پاسخ گزینه 3 هست دوستان. 4 باید n باید برابر 4 باشه. حالا باید چیکار بکنیم؟ حلشون بکنیم. n منهای 1 نم مخرج مشترک بگیریم و ساده سازی بکنیم به این عدد میرسیم. 1 منهای 1 نم. خب یعنی چی؟ یعنی مقادیر طبیعی n همواره کوچکتر از 1 و بزرگتر مساوی 0 هست. اینو بزرگتر مساوی 0 میگیریم.
از این رابطه میفهمیم که n کوچکتر از 1 و بزرگتر از 0 باید باشه. حالا دقت کنید که به ازای n برابر 1 حاصل اون 0 میشه. بنابراین برای اینکه مجموعه داده شده تنها شامل یک عضو حسابی باشه باید 2n منهای 11 بر n به علاوه 1 کوچکتر از 0 باشه. یه عضو حسابی میخوایم داشته باشه دیگه. یه عضو حسابی داشته باشیم، این قسمت اول باید کوچکتر از 0 باشه. حالا توی این حالت 0 میتونه عضو مجموعه باشه. چرا باید 0 عضو مجموعه باشه؟ چون که توی قسمت دوم فهمیدیم که n باید بزرگتر مساوی 0 و کوچکتر از 1 باشه. حالا می نویسیم 2n منهای 11 تقسیم بر n به علاوه 1 کوچکتر از 0. در نتیجه حلش بکنیم به این نتیجه می رسیم که n بین منفی 1 تا منفی 11 دومه. حالا گفته n عضو اعداد طبیعی باشه. اعداد طبیعی مونم 1 2 3 4 5 هست. اعداد طبیعی رو میذاریم، متوجه میشیم که بین این بازه عدد طبیعی 0 که نمیتونه بشه، 1 هست، 2 3 4 5. از اونجا که به ازای n برابر با 1 عبارته n من 1 n اون 0 میشه، قابل قبول نیست. 1 قابل قبول نیست. چرا؟ چون که 1 بذاریم توی این قسمت 0 میشه. خب در نتیجه تنها 2 3 4 5 میمونه که دارای 4 تا عضو هست. سوال هشتم چه میگه؟ میگه مجموعه آ به توان 2 و آ شامل کدام یک از عضوهای زیره؟ آ دوم، آ رادیکال آ، 1 اوم، آ به توان 3. دوستان گزینه 2 درسته. آ رادیکال آ. چرا؟ میایم این مجموعه رو حلش میکنیم. حالا میگیم چی؟ آ به توان 2 کوچکتر از آ باید باشه دیگه. چون که توی یه بازه عبارت اول کوچیکه، عبارت دوم بزرگ است. خب حالا می نویسیم چی؟ آ به توان 2 منهای آ کوچکتر از 0. آ به توان 2 منهای آ کوچکتر از 0. حالا فاکتوریل میگیریم. آ پرانتز باز آ منهای 1 کوچکتر از 0. این آ حذف میشه، این آ میره اونور، میشه 1. پس آ بین 0 تا 1. آ بین 0 تا 1. حالا وقتی که آ بین 0 تا 1 باشه، آ به توان n میشه چی؟ تعداد عضوها. هرچه توان بیشتر باشه عدد کوچیکتره. توان بیشتر باشه عدد کوچیکتره. پس آ به توان 3 کوچیکتر از آ به توان 2 میشه. حدس میزنیم که 3 وجود داره. پس آ رادیکال آ هم کوچیکتر از آ هست. حالا چون که آ رادیکال آ عضو مجموعه است، آ هم که بین 0 تا 1، 1 اوم عددی بزرگتر از 1. در مورد آ دوم هم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم آیا عضو مجموعه هست یا نه. برای مثال اگر 1 دوم باشه، آنگاه آ به توان 2 و آ میشه 1 چهارم و 1 دوم. پس یه آ دوم برابر است با 1 چهارم عضو مجموعه نیست. و اما سوال 9 میگه به ازای چه حدودی از x که یک عضو بازه
یک منهای x بسته و 2x باز هست. گزینه یک میگه x باید بزرگتر از 1/2 باشه، x بزرگتر مساوی 0، x بین 0 تا 1/2 و گزینه چهارم توهی. پاسخ گزینه یک هست دوستان. کار میکنیم؟ عدد یک گفته عضو همین باز است. عدد یک گفته عضو همین باز است. خب یک حلش میکنیم. یک منهای x باید کوچکتر مساوی یک باشه. خب چرا کوچکتر از یک باید باشه؟ یک باید از یک منهای x باید بزرگتر باشه. قانون دیگه، عبارت اول باید بزرگتر از خود عضو باشه دیگه. حلش میکنیم. میشه چی؟ یک کوچکتر از 2x. یک کوچکتر از 2x. پس می نویسیم یک منهای x بزرگتر مساوی یکه و 2x کوچکتر از یک. خب یک منهای x کوچکتر مساوی یک و 2x بزرگتر از یک. حالا حلشون میکنیم. این معادله رو که حلش بکنیم یک بزرگتر مساوی یک منهای x بشه، یک میره اونور میشه صفر. به این نتیجه میرسیم که x باید بزرگتر مساوی صفر باشه. چرا صفر؟ چه علامت منفی x هم علامت کوچکتر بزرگتر رو جابجا میکنه و این رابطه رو هم حلش بکنیم میشه x بزرگتر از 1/2. اشتراکش میشه x های بزرگتر از 1/2. x های بزرگتر از 1/2. پس گزینه یک درسته. و اما سوال بعد میگه اگر بازه منفی 1 تا 2 زیر مجموعه بازه بسته، سوال ده میگه اگر مجموعه منفی 1 تا 2 زیر مجموعه بازه بسته 2 منهای x و 3x به علاوه 2 حدود x شامل چند تا عضو حسابی نیست. خب عدد حسابی نداره. چند تا عدد حسابی نداشته باشه؟ 0 1 2 بیشمار. پاسخ میشه گزینه یک. 0 عدد حسابی داره. 0 عدد. منفی 1 و منفی 2 عضو بازه است. منفی 1 و منفی 2 منفی 1 و 2 عضو بازه است. می نویسیم چی؟ منفی 1 بزرگتر مساوی 2x 2 منهای x، منفی 1 بزرگتر مساوی 2 منهای x و کوچکتر مساوی 3x به علاوه 2. و رابطه دوم می نویسیم 2 هم همینطور. 2 هم بزرگتر مساوی 2 منهای x و کوچکتر مساوی 3x به علاوه 2. توی اینجور تیپ سوالات عدد داخل بازه رو کوچکتر بین عبارت ها قرار میدیم. خب حالا نامعادله رو حلش میکنیم. 2 منهای x کوچکتر مساوی منفی 1 x میشه بزرگتر مساوی 3 و منفی 1 این ور معادله. این ور معادله رو که حل کردیم که x بزرگتر مساوی 3 شد. حالا این ور معادله حلش میکنیم میشه x های بزرگتر مساوی منفی 1. اشتراک بگیریم x های بزرگتر مساوی 3 پاسخ معادله اوله و اون معادله دوم هم حل میکنیم.
2x کوچکتر مساوی 2 رو حل میکنیم، میرسیم x های بزرگتر مساوی 0. این قسمت رو حلش میکنیم، میرسیم به x های بزرگتر مساوی 0 و ما این قسمت رو حلش میکنیم. 2 کوچکتر مساوی 3x به علاوه 2. به این نتیجه میرسیم که x های بزرگتر مساوی 0 میشه. خب هر جفتشون، هر دو تا معادله x های بزرگتر مساوی 0 میشه. اشتراکشون هم بگیریم میشه x های بزرگتر مساوی 0. خب اشتراک دو مجموعه جواب به دست اومده x های بزرگتر مساوی 3 هست. این دو تا جوابم با هم دیگه اشتراک بگیریم به این نتیجه میرسیم که x های بزرگتر مساوی 3. پس مجموع جواب x ها همه اعداد حسابی هستند. همه اعداد حسابی هستند که 0 عضو اعداد حسابی. پس پاسخ گزینه 1. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم به 10 تا نمونه تست توجه کردین. در جلسات بعدی هم تست های بقیه کنکورهای سراسری 10 سال گذشته رو هم حل میکنم و روش حل تست رو هم بهتون یاد میدم. خب دوستان حتما توجه بکنید، هر تستی رو با روش خودش باید حل بکنید و همیشه روابط رو توی ذهنتون داشته باشید، تمرین یادتون نره. جلسه بعد میبینمتون. پیروز و موفق.